شریعت اسلام تماما ایصال ثواب را، یعنی بخشیدن ثواب صدقات و خیرات را برای مردگان منع نمی کند، بلکه آن رسم و عادت غلطی که مردم از پیش خود برای ایصال ثواب ایجاد کرده اند آن را منع می کند. جمهور علمای اسلام به این اتفاق دارند که ایصال ثواب برای میت جایز است، چه عبادت مالی باشد یا بدنی. تنها امام مالک رحمت الله علیه و امام شافعی رحمت الله علیه در عبادت بدنی مثل نماز، روزه، تلاوت قرآن و غیره اختلاف نظر دارند. ولی اکثر علمای شافعی و مالکی در این مسئله با دیگر علما اتفاق دارند. و حوالی شرح فقه اکبر صفحه 157 کتاب الروح. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه در کتاب الروح در این موضوع با دلیل‌های عقلی و نقلی بحث مفصل کرده است، ولی قول راجح و قریبتر به راستی این است که ثواب هر نوع عبادت به میت میرسد، ولی برای آن چند اصول و شرط‌هایی است که باید رعایت کرده شود، ورنه تمام خیرات و صدقات هیچ فایده نخواهد بخشید. آن شرط‌ها اینهایند: یکم، میت مؤمن و مسلمان و دارای عقیده صحیح باشد اگرچه گناهگار است، و بخشنده ثواب نیز مؤمن و مسلمان باشد، ورنه تمام محنت برباد می رود. مراد از مؤمن و دارای عقیده صحیح این است که میت عقیده شرکیه نداشته باشد و در تمام زندگی خود خداوند تعالی را به یگانگی پرستیده باشد و دیگر مخلوقات را مثل خود یک مخلوق پنداشته با همین عقیده از دنیا رفته باشد. دوم، عبادت از ریا و خودنمایی پاک بوده، مقصد از آن دفع طعن و ملامت مردم نباشد و نیز از آزار رسانی بیچارگان و کمبغلان خالی باشد. سوم، آن مالی که در صدقه و خیرات صرف کرده می شود حلال باشد. چهارم، آن مالی که صدقه می شود حق یگان وارث غایب یا پسر نابالغ نباشد، چون که صدقه کردن چنین مال به اتفاق علمای اسلام حرام و موجب عذاب خداوندی می باشد. پنجم، قرآن کریم در عوض مزد خوانده نشود، یعنی قاری در عوض تلاوت قرآن پول، روی مال و غیره نگیرد. ششم، برای عبادت از پیش خود وقتها و کیفیتها تعیین نکنند و در انواع طعامها نیز چنین تعیین و تخصیص نکنند، یعنی صدقه را در روزهای مخصوص مثل روز سوم، هفتم و غیره انجام ندهند و نیز آن را به طعام دادن خاص نکنند. هفتم، طعام تنها برای غریبان و کمبغلان داده شود. برای این طعام ثروتمندان و غیر مستحقان زکات را دعوت نکنند. طریقه درستی بخشیدن ثواب قرآن خوانی. سوال: آیا بخشیدن ثواب قرآن خوانی برای میت جایز است؟ جواب: بخشیدن ثواب قرآن خوانی برای میت بی‌شبهه جایز است، ولی برای آن رعایت کردن چند چیز ضروری است. یکم، مردمی که برای قرآن خوانی می آیند نیت آنها رضای خداوند باشد. از جهت شرم از خانواده میت و خودنشاندهی به آمدن مجبور نباشند. شخصانی ناآمدگی را ملامت کرده نشود و بر تلاوت اجتماعی، تلاوت انفرادی تنها را یعنی ترجیح دهد و اختیار کند، چون که در آن زیاده اخلاص است. دوم، قرآن خوانان قرآن کریم را درست تلاوت کنند، ورنه مصداق این حدیث می شوند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده اند بسا قرآن خوانانی هستند که قرآن بر آنها لعنت می کند. سوم، تلاوت قرآن در عوض پول و پیسه نباشد، ورنه هیچ ثوابی برای قرآن خوان نمی رسد. پس وقتی که برای خود قرآن خوان ثواب نباشد، چرا برای میت ببخشد؟ در فتاوای بزازیه علامه کردری حنفی رحمت الله علیه نوشته است:
و تهیه کردن طعام برای ختم قرآن یا برای خواندن سوره انعام یا اخلاص یا جمع کردن صالحان و قاریان برای خواندن سوره اخلاص مکروه است. خلاصه آماده کردن طعام برای خوردن در وقت ختم قرآن مکروه است. به حواله فتاوای بزازیه جلد 4 صفحه 81 و ابک مسائل جلد 3 صفحه 237.